چطوری یا نه؟ ببین چی برات آوردم امروز. تا حالا شده وقتی فیلم‌های سفر در زمان رو ببینی دلت بخواد که تو زمان سفر کنی؟ موضوع این پرونده راجع به یه هواپیماست که سال 1955 پرواز میکنه و 37 سال بعد میشینه به زمین. اونم به یه شکل عجیب و غریب و اسرارآمیزی. پس بریم زودتر با هم ببینیم، ولی قبلش خیلی ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنی و حتما دکمه سابسکرایب رو بزن که خیلی با هم کار داریم. 21 می 1992 هواپیمای بسیار عجیبی در فرودگاه کاراکاس ونزوئلا فرود اومد که پرواز 914 هواپیمایی پن امریکن بود. اما نکته تعجب برانگیز درباره این هواپیما اون بود که زمان پرواز این هواپیما از مبدأ 22 جولای سال 1955 اعلام شده بود، یعنی در حدود 37 سال قبل. این پرواز نزدیک به 4 دهه قبل صورت گرفته بود، اما هواپیما در میانه راه گم شده بود. از این عجیب تر که این هواپیما از همان زمان در هیچ کدام از رادارهای شرکت‌های هواپیمایی دیده نشده و به کلی ناپدید شده بود. علاوه بر این، خود هواپیما نیز هیچ پیام و خبری از وضعیتش به برج‌های مراقبت مخابره نکرده بود. موضوع اسرارآمیز این بود که در این 37 سال هواپیما کجا بوده؟ طی این سالها اگر هواپیما در جایی فرود اومده بود، از طرف فرودگاه اون کشور به شرکت پن امریکن پیام فرستاده میشد. پس این هواپیما به غیر از فرودگاه کاراکاس در جایی فرود نیامده بود. با این توضیحات چطور یه هواپیما میتونه 37 سال بدون سوختگیری دائما در حال پرواز باشه و نه فرود بیاد و نه در هوا سوختگیری کنه؟ عجیب ترین مسئله این بود که مسافرین هواپیما در عرض این سالها باید پیر میشدن، در حالی که هیچ آثاری از تغییر سن در آنها دیده نمیشد. اگر این افراد به مکان ناشناخته‌ای رفته بودند، چطور در این مدت زنده موندن؟ چطور لباسهاشون کهنه نشده و در تمام این مدت چه غذایی برای خوردن داشتن؟ یکی از شاهدان این ماجرای عجیب خوان دلاپورتا بود که ابتدا موفق شد با خلبان پرواز ارتباط رادیویی برقرار کنه و حتی این صحبت‌ها رو ضبط کنه. او در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز ماجرا رو اینطور تعریف کرد: در برج مراقبت نشسته بودیم. شیفت شب بود و برج مراقبت تقریباً خلوت‌تر از مواقع دیگه بود. ابتدا رادارها وسیله پروازی مانند هواپیما رو نشون دادن و لحظاتی بعد ارتباطی رادیویی از خلبانی گرفتم که اجازه فرود اضطراری می‌خواست. با توجه به اینکه این هواپیما در لیست هواپیماهای ورودی به فرودگاه کاراکاس نبود، فکر کردم دچار مشکل یا نقص فنی شده و به همین خاطر میخواد فرود اضطراری داشته باشه. با توجه به خالی بودن یکی از بان‌ها به او اجازه فرود داده شد، اما با نزدیک شدن هواپیما بسیار متعجب و شوکه شدیم. هواپیمایی از نوع بسیار قدیمی که به درستی مشخص بود متعلق به سالها قبل و شاید دیگه ساخت این نوع هواپیما صورت نمی‌گرفت. زمانی که هواپیما رو دیدم متوجه شدم که چرا نتونستم اون رو تو رادار تشخیص بدم، چون به احتمال زیاد سیستم راداری اون هواپیما خراب یا بسیار قدیمی بود. از همه عجیب‌تر صدای وحشت زده خلبان بود که تا قبل از نمایان شدن هواپیما گمان می‌کردم به خاطر ایجاد مشکل در هواپیما و درخواست فرود اضطراریش باشه. او گفت که این پرواز 914 که 4 کادر پروازی و 57 مسافر داره و قرار بود از نیویورک به میامی بره. در این لحظه همه ما واقعا شوکه شدیم، چون کاراکاس ونزوئلا در آمریکای جنوبی با میامی فاصله بسیار زیادی داشت. من ازش پرسیدم آیا میدونید که گم شدید؟ چون اینجا با مقصد شما فاصله زیادی داره، چیزی در حدود 1800 کیلومتر. در این زمان تمام خدمه اتاق کنترل میشنیدن که خلبان با کادر پروازش راجع به عجیب بودن فضا و محیط صحبت میکردن. خلبان از اونها پرسید چه اتفاقی رخ داده و حالا ما کجا هستیم؟ با بررسی هایی که در همون مدت کوتاه درباره پرواز 914 انجام شد، خدمه برج مراقبت به اونها پاسخ دادن شما باید ساعت 9:45 صبح 22 جولای سال 1955 در میامی فرود می اومدید.
اما حالا 37 سال گذشته و 21 می سال 1992 و در کاراکاس هستید. برای لحظاتی دیگه صدایی از خلبان و کادر پرواز نمی اومد. اونها واقعا از اتفاقی که افتاده بود شوکه شده بودن. گویا خودشون هم گذشت 37 سال رو احساس نکرده بودن. پس از اینکه اوضاع کمی آرام شد، از مسافران خواسته شد تا کمی استراحت کنن و مدارکشون نیز کنترل بشه. اما نکته دیگه‌ای وجود داشت که باز هم همه رو متعجب کرد. تا قبل از کنترل شدن مدارک، ماموران فکر می‌کردن که این پرواز میتونه با پرواز 914 متفاوت باشه. اما با دیدن کارت‌های شناسایی همه چیز به درستی مشخص شد. این افراد دقیقاً همون افراد بودن که در سال 1955 سوار بر پرواز 914 شده بودن. و از همه عجیب‌تر در این 37 سال هیچ نشانه‌ای از تغییر سن در آنها دیده نمی‌شد. گویا هنوز همون سنی رو داشتن که در زمان سوار شدن بر هواپیما داشتن و حتی نشانی از کهنگی هم در لباساشون دیده نمی‌شد. خلبان پرواز پس از شنیدن صحبت‌های ماموران بسیار تعجب کرد و گویا این حرف‌ها براش قابل باور نبود. به همین خاطر زمانی که برای مسافران جایی برای استراحت در نظر گرفته شد، اجازه نداد تا مسافران از هواپیما خارج بشن و همچنین به هیچ کس هم اجازه نداد تا به مسافران نزدیک بشه. حتی با همون یک نفر هم که برای کنترل کارت‌های شناسایی رفته بود به تندی برخورد کرده و اون رو از اطراف هواپیما دور کرد. خلبان دوباره به سمت کابین خود رفت و گفت ما به کشور خودمون برمیگردیم. لحظه‌ای که هواپیما از زمین بلند می‌شد، ماموران به مسافران پشت پنجره‌ها نگاه می‌کردند، اما اصلاً مشخص نبود که این مسافران 37 سال در بیخبری به سر می‌بردند و همگی نگاهی وحشت‌زده و متعجب داشتند. در آخرین لحظات تقویمی از سال 1955 از جیب خلبان بیرون افتاد که این تقویم همکنون در برج مراقبت به عنوان یادگاری نگهداری میشه. هواپیما بار دیگه به آسمان رفت و در میان ابرها ناپدید شد و دیگه هیچ نشانی از اونها به دست نیامد. حادثه فرود و گم شدن پرواز 914 یکی از اسرارآمیزترین پرونده‌های هواپیمایی در دنیا عنوان شده. نظرتون راجع به این پرونده چیه؟ به نظرتون الان هم این هواپیما در تونل زمان قرار داره؟ نظراتتون رو برامون توی کامنت ها بنویسید و بگید که دیگه از چه پرونده‌ای براتون ویدیو بسازم. مرسی که همراهمید.